السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان عزیز، خدا خیرتون که بهترین خلق، مهربانترین انسان ها و الحمدلله سربلندترین ملت هستیم. شکر پروردگار. بابای قند این حج اومدیم الحمدلله. دوستخون دختگی این بچه کو خیر بیره اکرم بود سیوم کنویان بهترین شخص هستی بابای قند. رحمت بر روی روزهایی که در بر مبدی، در روزهای سخت. بعد تعریف میکردی وطن دوست، غمخوار میلاد، غمخوار مهاجران، خدمتگیر برای مردم مرگ چه مرده که جابجا میکنیم ما به خاطر خدا، به خاطر میلاد میکنیم. تعریف میکردی اما یک جامعه در دل مردم شک داشتی. بابا جان کس یکا داری، مسجد پسجد شک نداشت. همین بگو که قطعا بابا جان بدم. بابا جان وعده داد که بابا قند از همین مشکلات برام ان شاء الله من طرح خانه خدا میبرم. من مرد هستم، وعده دادم الحمدلله. این تمیه برام فقط به خاطر خدا، به خاطر که مثل پدر در برام بدی. در دل مردم شک نداد. من این کارم میتونستی که پس اکرام بگوی. چند بار ها هم گفت تبلیغ گفتم بابا جان من خودم شرایط چید. وقتی که آدم قرضی داره، قرض داره، باید حج نروه، حج نکنه. یعنی که اول قرض شرط شد کنه. خودت بابا قندی عزیز میدونی، قندالات میدونی که الحمدلله مالم قرض دار هستم. های بعضی برادر و بعضی همون بگیم وزمینی ها اولم قرض دار هستم. خودت میدونی که من هر ریسی که میرم و میام از حساب شرکت من همچون یک رکلامچی، یعنی که چی میگن توصیه دهنده روی میکنن که این شرکت زمزم خورد و خوراکش، جای خوابش همش خوب هست. اینجا بگی همش خوب. من توصیه دهنده هستم، به اون خاطر من رکلام میرم. من از کیسه خودم نرفتم که بگوی بابا جان هر روز میره خود نمیره. خطاو بگیم دیگرو وعدن فقط یا بابا جان وعده داده که بابا کنجام، بابای طلایی اگر همیشه ان شاء الله دستم برسه میبرم. با هم خاطر در دل مردم شک نداشت. تعریفم کردی بردیم بالا بعد سرکلپایم کردی. اکنه پرتوخته مالی سرکلپایم کردی. شک نداشت. بگو بابا جان وعده داد که خونه خداد میبرم، حج میبرم، اما نبرده شدم. ها الوعده و دین کیداتم هیچ کا کیدات نکرد. بابا جان وقتی وعده داد ان شاء الله میبرد. این همین قطعه است. چی در کار بابا میبریش ایسا میاریش وسو اول مردم میگن که بابا جان رفت بابا قند دزدی شدن مسجد قپید، قالین خریش قپید، با چون چیکار شد قپید. هیچ چی من نکردی، هیچ چی مینوس من ندیدی الحمدلله. فقط هم یک وعده خونه خدا دادم ان شاء الله میره. خدا خیرت یا مسکن اومدی با در خدمتیم. بابا گفتی گفا الحمدلله من یگان کسی یک نمیدونم. ما کسی یکوی ای هیچ کس نمیکنم. نسبت کنکورس بازار گفتم اونجا از 4 کسی هستم که کنکورس که خودش حرام است، قمار خودش حرام است، بازی میکنن و یهش که خیلی با گفت چون چیز نیم کارشون ندارم. همونجا گفتگیم بعضیش برادرها هستن من کارشون ندارم الحمدلله. خیلی با چیز نی کار میکنن، گرچند کاری حرام میکنن. اما این عده کسی که کنکورس بازی حرام کار میکنن با گرفتن سومای مردم، ماشین مردم میتین اون مورد در نظر داشتم. یک گفتم شو با میگم شو که همین چیزی حرام بازی نکنی پشتی کنکورس بازار رو نگی بابا جون. خدا نگهدار برای کار کدمت حجامه میاد. این اکم در ویدیو هم رکلام میکنم، در ویدیو تو رکلام میزنم. در 93 بیا حجامه کنیم مترو لوبلنو کراسنودار 66 کورپوس. بابا جون اومدیم تشکیل خونه خدای حج را حضورش که بابی. سلام علیکم.